عبدالله ابن عمرو ابن عاص میگه که یک آدم می اومد در دستش یک خوشش در دستش میره ششتر تارت کردگی در همون وارد مسجد بشه. میگه گو هازی مرد جنتی میآید. میگه 2 بار 3 بار پیغمبر می کاره که تکرار کرد. میگه من با میگه عبدالله ابن عمرو میگه رفتم خونش رفتم خفاش رفتم و میگه من گفتم چی خصلت داشته باشه که من مرد جنتی باشه. گفتم قدی پدرم جنجال خوردگیم 3 روز میگه در خانهش مهمان شدم. در خانهش 3 روز مهمان شدم. میگه من میگم 3 روز مهمان شدم یکم عمل زیاد چه ندیدم. گفتی میره پیغمبر خدا برای چی مرد جنتیش گفته ایستاده باشه. من میگم گمان کردم گمان عملش یعنی کم شماریدم. گفتم این تماما این عملی خیلی نه نماز شب داره نه ناله شب داره یکم کاری چی نداره. و میگه گفتم که مردک من قدی پدرم رو یکم جنجال پنجال کردگی نیست. میگم 3 بار پیغمبر خدا گفت مرد جنتی میامی تو اومدی تو چی کاری که مرد جنتی یکم عمل زیادی گفت میدونی چی گوی عبدالله گفت چی گفت همین شب در یگام کینه و قدرت یگام مسلمان یگام کینه مسلمان در قلبم نیست بدبینی یگام مسلمان در قلب من نیست. گفت سحرم که شما یگام آدم در کینه و قدرت حسد بخیل و بخیلگری نداره. گفت همین عمل مرد جنتی بده که پیغمبر خدا ما هر وقت تو داخل میشیدی میگو مرد جنتی میآید. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد میفرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری های فشار بلنده، استرخان دراز، رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید حتما در رقم های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما هست. سراغ ما شهر مسکو ورخناپولیا دوم 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم های ما در تماس بروید. سوال نهم من یک چند سوال دارم از شما خواهش میکنم که به این سوالای من پاسخ دهید. سوال اولی من در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بعد دعا کردن دستها را در روی مالیدن چگونه آمده است؟ ممکن است یا نه؟ میگویند خصوصا اگر در نماز باشد بدعت حساب میخورند. سوال دوم من به طریق مذهب امام اعظم برای آن شخصانی که راه دین را نو پیشک کردند از چی باید آغاز کنند؟ مثلا در شبکه‌های یوتیوب کدام موضوعها را و از کدام داملوها گوش کنند یا خود کدام کتابها را به طریق روسی و تاجیکی مصلحت میدهید؟ اگه از راه مذهب امام ابو حنیفه را اگر ما ببینیم عقیده طحاوی را بگیرن بخونن فقه اکبر را بخونن علی قاری را بخونن از مذهب امام اعظم برای همین تقویه بهترین برای مذهب امام اعظم همینه. اگر کسی بخواد که آشنایی با مذهب امام اعظم داشته باشه فقه اکبر را بگیره بخونه علی قاری را بخونه عقیده طحاوی را بخونن اینا مذهب امام اعظم خوب روشن میکنن. همینا مراجعت کنید. شما جوانایی هستین به حرف کریلی هم همی حرف دمی ها هستن به حرف فارسی هم هستن به حرف عربی هم هستن کدامشه که شما مطالعه داشتید همین کتاب ها را بگیرین مراجعت کنین. برادر عزیز مذهب امام اعظم شما همون خوب از اما اگر شما بخواین که مذهب امام اعظم اگر بشناسین همین فقه اربع مذاهب ادله‌اش قطعی بخونین همین 4 مذهب دلیل هاش قطعی بخونین خیلی چیزا میفهمین. شما اگر شما مراجعت کنین در سایت ها هستن صحیح فقه السنه و ادلت ها هستن همین صحیح فقه السنه ادله‌اش بگیرین بخونین مذهب امام اعظم و همین 4 مذهب شما میدونین که دلیل هاشون که چیه که جا گرفتگن برای کی گفتگن به همین سخناشون اگه جا گفتگن واسه همه قولی که هست ادله قطعی دلیل قطعی میشه بی دلیل گفتن همیشه. شما جوانایی که مطالعه داشته باشین یا داملای همونجا باشن شما همین کتابای اصلی نمیاره مراجعت کنین کتابای اصولی خیلی برای شما مفید و فایده آوره. ای مسئله دعا را در رو کشیدن چی میگه؟ اگر دعایی که حدیث ترمذی حضرت عمر روایت کرده گیای اگه بر رو کشیدن اصلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در رو نکشیده است. لیکن در همون حدیث ترمذی که هسته چند طرف تقویهش میتیه همیره مثال فقها همیره قبول کردن که از چند طرف که اومده در رو شکیدن هم یگون بحث یگون باکی هم نداره. اگر چندی همین حدیث در ترمذی حضرت عمر
رضی الله عنه روایات میکنه و با چند طرقی که آمدگی همین حدیث تقویه یافتگی. اگر چند حدیث ضعیف میگن دیگه راویاش که زاید اومگی همین تقویه یافتگی میگه، همین را جایز میدونه که در او شکیدن. فرمودن که حضرت عثمان وقت در بالای قبر میرفت بسیار گریه میکرد. رش مبارک عثمان تر میشد. با میگفتن ای عثمان چرا تو گریه میکنی؟ ما جنت میگیم گریه نمیکنی، دوزخ میگیم گریه نمیکنی، اینی که بیای در بالای قبرستان میشینی گریه میکنی، رش مبارک تر میشه. و من از پیغمبر شنیدگیم که هر کسی که از همین قبرستان نجات بیا و طرفش نجات یافتگی. اولین منزل آخرت قبرستان ای. حضرت عثمان ذی‌النورین گریه میکردن که حتی پیغمبر در جنگ تبوک و هر جایی که میره عثمان جای تو جنت ای، دیگه با وجود هم میومد در بالای قبرستان گریه میکرد روش مبارکشون تر میشد. حقیقی عملهای همین صالح آدم از قبر نجات میتیه، عذاب قبر نجات میتیهش. البته همین عملهای صالح یا بعضی این مثال حدیث های دامه در شب جمعه اگر برای ای فتنه قبر نجات میتیه، حدیث های هستن که مثال در موضوع ضعیفشون بیان میکنن. انسان یگانه چیزی که از در قبر نجاتش میتیه چیه؟ این عمل صالح شای. عمل صالح آدم از عذاب قبر نجات میتیه، از آتش جهنم نجاتش میتیه، ای غضب خدا نجاتش میتیه. برای همین را برای خودشون عمل صالح بسیار انجام میدن. چیز گفت پیغمبر صحابه گفت ما را نجات میده؟ گفت عمل صالح. در روز قیامت من ابتبی عمل و لم یسربی نسبو، گفت کسی تکیه به نسبش کنه نسبش داخل جنت نمیکنه، عملش داخل جنت میکنه. همین عمل صالح بسیار کنی ان شاء الله از قبر عذاب قبر نجات میده. برای همین عذاب قبر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در بالای قبر میرفت از عذاب قبر پناه طلب میکرد. اللهم انی نعوذ بک من عذاب القبر و من عذاب جهنم و من فتنه حیات و ممات و من فتنه مسیح دجال، میگو پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم. ای فتنه حیات و ممات هم پیغمبر خدا در زندگی آدم در فتنه ها گرفتار میشه، یا در وقت مردن هم بسیار انسان با فتنه ها در گرفتار میشه. پیغمبر امیر دعا میکرد. برای همین دعا کنیم که عذاب قبر خود شک ما همه عملهای یکی داریم همین قطعی ما را نجات بدیم. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در بالای قبر میرفت از عذاب قبر پناه طلب میکرد. برای پیغمبر خدا گویش کسی عملش با چی نجاتش نمیده مگر خدا با در رحمتش بگیرد. و انت یا رسول الله، گفتن منم یا رسول الله، گفتن شما را یا رسول الله، انا گفت منم، الا ان یتغمدنی الله بفضل و رحمتی، گفتن مگر من خدا در رحمتش نپیچونه دیگه هیچ جگم چی ندارم. برای می برادرای عزیز همین عمل صالح کنین و رحمت خداوند، همین رحمت خدا از عذاب قبر نجات مناتیم. دیگه هیچ کدوم این عملایی نداریم که ما دیگه به بنازیم. برای همین یک صحابه پیغمبر خدا هر وقت عبدالله ابن عمرو ابن عاص میگه که یک صحابه را میگه دائم می آمد پیغمبر میگو یا مرد جنتی می آید، می آدم می اومد میگو که از یا مرد جنتی می آید، یک مرد جنتی می میگه. یا عبدالله ابن عمرو ابن عاص میگه که یک آدم می اومد در دست یک خوشش در دستش میره ششتر تارت کردگی در همون وارد مسجد میشه، میگه گو از مرد جنتی می آید. میگه 2 بار 3 بار پیغمبر همی کاره که تکرار کرد. میگه من با میگه عبدالله ابن عمرو میگه رفتم خونش رفتم قفاش رفتم و میگه من گفتم چی خصلت داشته باشه که من مرد جنتی باشه. گفتم قدی پدرم جنجال خوردگیم 3 روز میگه در خونش مهمان شدم، در خونش 3 روز مهمان شدم. میگه و میگم 3 روز مهمان شدم یکم عمل زیاد چه ندیدم. گفتیم میره پیغمبر خدا برای چی مرد جنتیش گفته ایساده باشه. و میگه گمان کردم عملش یعنی کم شماریدم. گفتم این تماما این عملی خیلی نه نمازی شب داره نه ناله شب داره یکم کاری چی نداره. و میگه گفتم که مردم من قدیم پدرم رو یکم جنجال پنجال کردگی نیستم. میگم 3 بار پیغمبر خدا گفت مرد جنتی میامی تو اومدی تو چی کارایی که مرد جنتی یکم عمل زیادی. گفت میدونی چی گویی عبدالله؟ گفت چی؟ گفت همین شب در یگام کینه و قدرت یگام مسلمان، یگام کینه مسلمان در قلبم نیست، بدبینی یگام مسلمان در قلب من نیست. گفت
سحر هم که شما یگام آدم در کینه و قدرت حسد بخیل و بخیلگری نداره که همین عملی مرد جنتی بده که پیغمبر خدا ما هر وقت تو داخل میشیدی میگو مرد جنتی میآید. همین خصلت مرد جنتی همیه که در شوق میشه ای قلبش باید کینه و قدرت مسلمان ها را دور کنه. یک برادرش کینه و قدرت حسدش ای دلش دور بگردانه. نه سبب میگه که میشه با امید خیر ای خانش ببرایه، با امید خیر ببره، بگه ای خدا که من امیر تابعگر را بمون، من کارهای خیری را انجام بتم که در روز قیامت من دستگیری شود. این خصلت هم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای جوان، برای مردی انصاری بیان کردن که گفتن این همین خصلتش، یعنی عبدالله ابن عمرو ابن عاص میگه که با میگه فهمیدم که همین خصلتش مرد جنتی بده یادم.